السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی قدر، امروز هم که باشد به لطف الله مهربان به سمع شما در بابت فضیلت نماز به جماعت خواندن و از دیدگاه شرع در این باره چی وارد شدگی است به علم ناکافی خود به سمع شما میرسانم و در دوام صحبت اگر خطاگی از من رخ بدهد از همه شما معذرت خواهی میکنم و از همه شما خواهش دارم دوستان عزیز که این نوار را به یار و دوستان خود همچو هدیه بفرستید تا که در ثواب با ما همراه شوید انشاءالله. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در بابت نماز به جماعت خواندن بسیار حدیثای زیاد دارد. ما در اینجا مختصرا صحبت میکنیم. هر یکی شما اگر در دل تو هدایت الله کی باشد با فهم خودتون انشاءالله پی میبرید. جماعت در مذهب ابو حنیفه رحمه الله سنت مؤکده حکم واجبی را دارد. انسانی که اگر ترکش کنه شدیداً گناهگار می شود. به همین خاطر دوستان عزیز در هر کجا که می بینید نماز به جماعت میراد اشتراک کنید. از اونه که تنها میخونید. یک انسان نگاه کنید خودش تنها قدم بزند خودش را بد حس میکند، ناراحت حس میکند. وقتی قیار و دوستانش باشد از خودش دلپر هسته. به همین خاطر همیشه انسان به جماعت باشد شیطان از او همیشه دور میباشد. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در یک حدیث میگوید وقتی که انسان نماز ادا میکنی به تنهایی 1 ثواب میگیری، وقتی که به جماعت ادا میکنی 27 ثواب میگیری. یک جماعت در گجا هست دوستان عزیز، 1 ثواب 27 در گجا هست. شما در دنیا در هر کجا که کار کنید کوشش میکنید که در اون جای کار کنید که مال بسیار به دست آورید، یعنی پول بسیار چیکار کنید خزینه کنید. به همین خاطر برای آخرتون هم برای جنتون هم کوشش کنید که ثواب زیاد جمع کنید. اون روز قیامت دوستان عزیز مثل دنیا نیست که به هر فریب نیرنگ جان خود را رها کنی. اون روز قیامت روزی است که الله در سوره عبسه میفرماید استعوذ بالله یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. اون روزی هست که مرد از برادر خود میگریزد، مرد از پدر و مادر خود میگریزد، مرد از زن و فرزند خود میگریزد. برای چی میگریزد؟ اینجا سوال میشود. برای آن میگریزد که از او طلب ثواب نکنند، یعنی اون پدر و مادر او را فریاد نکنه که به ما ثواب بده، او را برادرش فریاد میکند که به ما ثواب بده، او را زنش فرزنداش فریاد میکنند که به ما ثواب بده. به همین خاطر از همدیگر میگریزند. به همین خاطر دوستان عزیز مثل اون انسان‌های گمراه نباشید که در دنیا اندک کاری نیک کنند بعداً چی میگویند؟ ثواب ما زیاد شده دیگر حاجت به ثواب جمع کردن نداریم. این شعاری به عقلی را یک طرف بگذارید، از پای جمع کردن ثواب شد. آخرتون هم فکر کنید انشاءالله که برای شما بردباری می شود. به همین خاطر هر کجا که می بینید جماعت می شود، نماز به جماعت می شود، خودتون در اونجا حاضر کنید. ابو هریره رضی الله عنه میگه انسان وقتی که به نماز قائم میشه اذان میگوید شیطان از آواز اذان او میگریزد، با دوباره شیطان بر میگردد. وقتی قامت میگوید دوباره فرار میکند شیطان. وقتی که انسان به نماز شروع میکند به تنهایی شیطان به نزد او میآید و در فکر یاد او دنیا را میاره میدوزه. بعدن او انسان نمیدونه که چی خوندم و چند رکعت نماز خوندم. انمو وقتی که به جماعت بخونه انشاءالله از همین طریق وسواس شیطان خداوند شما را نگه میدارد. به خاطر به حد ثواب بزرگ دارد جماعت برادران. حتی پیامبر در بعض حدیثا میگه که میگه هر کسی را که به جماعت دعوت میکنم میآید خانه به خانه میگردم، هر کسی را ببینم که در جماعت نیست خانه او را میخواهم علا بزنم. به چه خاطر؟ به خاطر که به جماعت حاضر شود. به همین خاطر دوستان عزیز در غریبی هستید، در هر کجا که هستید برادران که نماز میخونید کوشش کنید که نماز به جماعت بخونید، تنها نخونید تا که ثواب زیاد به دست آورید.
ثواب زیاد که به دست آورده، رحمت خداوند شامل حال ما و شما می شود. رحمت خداوند که شامل حال ما و شما کشید، ما بسیار توبه کننده میشیم، از گناه همیشه دور می باشیم، همیشه در زندگی کوشش میکنیم که کار ثواب کنیم. و اگر همیشه تنها بخونیم، نماز به نقصان بخونیم، شامل حال رحمت الله ما نمیشیم. دوستان عزیز، به این خاطر کوشش کنید که در هر کجا که باشید به نماز جماعت باشید. الله متعال نمازهای پر نقصان من و شما را به درگاهش قبول بگرداند. آمین.